اومدیم آرش مال. من بیلبیلک ماشین بخرم، گوش رو بزنم فیلم بگیره، جاوی هم بره آرش رو بماله قشنگ. بره آرش رو بماله. قراره با کشتی از دریای خلیج از دریای کاسپیان بریم تا دریای خلیج فارس. از کاسپیان بریم تا خلیج فارس. اینجا خیلی باده، اگه ما خوشگل نیست بچه‌ها دیگه خلاصه ببخشید. ببینید قراره یه جاهایی بریم که خودمون تا حالا نرفتیم، فقط عکس و فیلماشو دیدیم که همه رو با جزئیات برای شما میخوام بذارم. فکر میکنم 16 تا شهر میخوایم بریم. همه رو میخوایم یه شب بمونیم، شاید هم 2 شب. مثلا از نوع زیستن اون شهر، سوغاتیش، غذاش، مکانهای تاریخیش، از همه چیش میذارم، میگم با تمام جزئیات تو کارت‌های مختلف. این پایین میذارم، ساب اسکرام یادت نره. راستی پیج این اینستاگراممو براتون میذارم، این پایین مینویسم یه جایی این پایین مایدام. اگه دوست داشتید بیایید توی پیجم فالو کنید. اونجا ویدیوهاش با اینجا فرق میکنه کلا سبکش و شاید یه چیزایی رو اونجا بیشتر بگم، شاید چون استوری زیاد میذارم. اگه دوست داشتید فالو کنید، استوریا رو حتما دنبال کنید. تو این سفر تنها نیستم، به همراه شوهرم کردم چالش داریم چون با هم دیگه اصلا نمیشه، همش معموله در جنگیم، در جنگ این مرتبه فضای مجازی نظرمون اصلا شبیه هم نیست، اصلا مثل هم فکر نمی کنیم و سر هر ویدیو گذاشتن یه دور هم دیگه رو میزنیم و ویدیو رو میزنیم و قراره همه چالشمون رو اینجا بذارم. خب قشنگا شاید براتون سوال پیش بیاد که چجوری از شما تا جنوب با کشتی میخوایم بریم. آخر این کارت براتون میذارم چجوری، شما هم یاد میگیرید. خب از پشت صحنه اشاره کردن که از شمال به جنوب نیست، از شمال به جنوب. راستی یه ولاگ دارم درست میکنم برای این اینستاگرامم که کارهایی که قبل سفر قرار انجام بدم، از چمدون بستن و چیتام پیتان و نمیدونم خرید و بستن سبد خوراکی های تو راه و چایی و فلان و بسار و اینا. اون ولاگر رو حالا یه جورایی یه چیزی بهش اضافه میکنم توی این ویدیو هم برای شما میذارم. من کلی تحقیق کردم راجع به مثلا چیا بردارم، شاید یه چیز خیلی کوچیک باشه، شاید بشه بیرون بخری، ولی یه جایی نصف شب گیر و وسیله میمونی. من رفتم کلی سرچ زدم، در آوردم، نوشتم و قرار همه رو بگم. میخوایم بریم حسابی بگردیم، رستورانای خوب رو پیدا بکنیم و اگه مثلا یه جایی هم رفتیم خوب نبود حتما اینجا میگیم و هدف اصلیمون اینه که اقامتگاه ها یا مثلا سراها رو بیشتر اینجا بیاریم تا هتل ها. خب یعنی یکی از هدفمون اینه، چون اقامتگاه ها و سراها خیلی حالت خودمونی داره و خیلی آدما به هم نزدیک‌ترن. بوتیک، هتل، اقامتگاه، سرا چیه؟ خب از اول اشاره میکنم سرا چیه؟ سرا هم داری بدش. بله داریم، ولی سرا نه. کلا سبکمون بوتیک، هتل، بومگردی ها، بومگردی، هتل های لاکچری نداریم. خب اینو بذارید کنار. میخوایم زیستن تو اینها رو کشف کنیم، داره میخنده اونجا. خب زیستن میخواد زندگی کنیم تو. آره دیگه شده یک روز داریم زندگی میکنیم، اینطور نیست. برامون اینو کامنت بکنید، دوباره ما داره دعوامون میشه. بچه ها لایک و سابسکرایب و کامنت و شیر و هر چی بلدید یادتون نره، دوستتون داریم.